هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اولین شخصی که روز قیامت خداوند او را دوباره زنده میکند، بعداً تمام کائنات را. این اولین شخصی که از خاک میخیزد کیست و چی میگوید؟ آمدن قیامت حق است، باید هر یکی ما این را بدانیم و قبول کنیم. کسانی که این کار میکنند که قیامت نیست و در عذاب خداوند گرفتار میشوند. وقتی که آخر زمان میشود، خداوند کوهها و زمینها را آب میکند. در آسمان این ستاره هایی که ما میبینیم، هر یک کدام اینها برابر از دنیا است. همه این ستاره ها با امر خداوند پاره پاره شده به زمین میافتند. در این حالت همه در فکر جان خودش است که جای پنهان شدن بیابند، اما در این حالت دیگر جای پنهان شوی نیست. این حکم خدا است که همه آدم و انس و جنس و پری باید که بمیرند، بجز ذات پاک خودش که نمیرنده است. در این حال خداوند به حضرت اسرافیل امر میکرد است که سور بدوان تا اینکه در این دنیا کسی زنده نماند. سور چیزی است که و مانند نی است، چگونه که در تویها می نوازند و چند سوراخی دارد. سور هم به مانند نی 8 سوراخی دارد. در بعضی از روایت ها 10 تا آمده است و این سوراخی ها برابر دنیا کلان هستند. چنان یک آواز دهشتناکی است که با شنیدنش انسان زنده نمیماند و این سور با فرمان خدای یکتا کشیده می شود و همه نیست می شوند. زمین و آسمان با یکدیگر برابر می شوند و خداوند به ملک الموت می گوید کی زنده ماند؟ ملک الموت می گفته است من زنده ماندم و جبرائیل، میکائیل و اسرافیل. خداوند به ملک الموت امر می کرده است که برو جان جبرائیل و میکائیل و اسرافیل را هم بگیر. وقتی که جانهای این سه را میگیرد، باز به نزد خداوند برمیگشته است و میگفته است خدایا در این دنیا من ماندم و ذات پاک تو. خداوند امر میکرده است که ای ملک الموت، کسی باید زنده نماند، جان خودت را هم بگیر. و این حضرت به یک جای تنهایی میرود، جان خودش را گرفتند، چنان یک آواز میبرارد که اگر در دنیا کسی زنده میبود، از شنیدن آواز ملک الموت دلش میکفید. خلاص همه میمیرند بجز ذات پاک خداوند. و بعدی از همه مردن، خداوند بالای دنیا می آمده است و فریاد می کرده است ای پادشاهان، ای ثروتمندان، کجایید که بگوید این زمین زمین من است؟ اکنون زمین زمینی کی بوده است؟ پادشاهی از آن کی بوده است؟ من هم پادشاهی که نمیرنده هستم و دائما پادشاهی میکنم. پادشاهی من به آخر نمیرسد. خلاص این سخنها را خداوند خود میگفته است و باز خودش جواب میداده است. بعدا خداوند باز حضرت اسرافیل را دوباره زنده میکرد است که باز سور را بکشد و همه دوباره از خاک برخیزند و در محشرگاه قیامت اشتراک کنند. پیش از آن که سور را باید بکشند، خداوند امر میکرد است که از جنت لباسهای شاهی را گیرید و به بالای قبر عزیز من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بروید. و اولین شخصی که باید از قبر بخیزد این محمد صلی الله علیه و سلم است. به نزد قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می روند و فریاد می زنند که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، سر از قبر بردار. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از قبر می خیزند و فرشته ها سلام خدا را برایش می رسانند و آن لباس های شاهی که از جنت گرفته بودند برایش پیشنهاد می کنند. حضرت قبول نمی کنند. میگویند حال امتان من چگونه باشد؟ فرشته ها میگویند ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تنها اولین کسی که زنده شد توی امتانت حالا همه در زیر خاکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگویند اگر خداوند روی خط امتانم را به من ندهد، من این لباس را نمیپوشم. فرشته ها میگویند ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، نزد عرش پروردگار برو و این درخواست را از پروردگارت بکن. حضرت نه پدرش در خاطرش می آید و نه مادرش. به یاد امتان سرگردان است که امتانش را از آتش جهنم نجات دهد. دوان دوان به نزد عرش پروردگار می رود و سر به سجده می نهد و نمیگوید سبحان ربی الاعلی. با چشمان گریان میگوید خدایا ما در دنیا عهد بسته بودیم که روی خط همه امتان را به دست من می سپاری. من می دانم که تو در عهد خود می ایستی،
اما اکنون وقتش آمد. راویان کتاب میگویند از گریه محمد صلی الله علیه و سلم عرش به لرزه می آمده است. خداوند می گفته است ای پیامبری من سر مبارک خود را از زیر عرش بردار، من در عهد خود می ایستم و تمام رویخطهای امتهایت را به تو می سپارم. تو شفاعت می کنی و من می بخشم. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سخنها را می شنود، سر از سجده می بردارد و آن لباسهای جنتی را به بر می کند و به صحرای قیامت نزدیک می شود. بعضی ها می گویند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چگونه در محشر که عددش معلوم نیست امتهایش را می یابد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در قید حیاتشان این سوال را جواب گردانیده بودند که در روز قیامت من امتانم را از حسابی که در دنیا با طهارت می گشتند خودشان نمایان می شوند. گفتند ای محمد صلی الله علیه و سلم چگونه نمایان می شود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند شما در حالت طهارت کردنتان هر جایهای عضوهایتان را می شوید، همان جایهای شسته شما در روز قیامت نورانی می شوند و من به آسانی همه امتهای خودم را می یابم. برادران و خواهران عزیز، با خدا قسم این یک نعمتی است که خداوند برای شفاعت ما چنین پیامبر خودش را فرستاد تا اینکه ما در روز قیامت وارد جهنم نشویم. دعا میکنم که خداوند از گناهان ما گذرد و شفاعت پیامبرش را بالای ما ارزانی گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.